1000 کیلومتر آمدیم که برای خدمت مردم تاجیک سربلندی و تنسیتی خانواده را به همه تان روزو داریم. مردم عزیز بزرگ تاجیکستان و چی خیلی میگن که صدام جان تاجیکستان به پیش صدام جان قطعی همه وقت عروسی چی خیلی میشید اون ناس نت سلوه نزدم خیلی بدم با یه بار دیگر رحمت هر یا برادر که در تیک توک مورا تماشا داره هر یا برادر تماشا میکنه در غریبی ها هر یا برادر که زن نداره امیر زن نصیبش کنه خدامی که زن جدا شده باید یه بار دیگر نصیب کنه هزار رحمت خدامی زورش میرسه ده زن بگیره این محمد یا زن دیگه بتا خوش آمدید اکای سعدی، خوش آمدید نوری دیده تاجی سر و درباره غریب بچه ها کدومی که تماشا داره خیلی که میگوین که در غریبی گشته گشته مرد و نامرد را شناختم در غریبی گشته گشته مرد و نامرد را شناختم شادی و غم را بدیدم غصه و درد را شناختم بد زبانان با زبانی بد شکستن این دلی من مرد بودم مرد ماندم ناجوان مرد را شناختم و در آخر گفتنی هستم صدام جان که میگه زندگی بر سر ما بار گران میکند مرد است که با تبسم زندگانی میکند بلبخند زدنت صدام جان ادامه بده بلبخند زدنت صدام جان ادامه بده شاید که زندگی از ناراحت کردنت خسته میشود تمام برادر جان تو همه قضاریه داری تو هزار آمد که ای قرآن دور اومدی مودا حرمت ایزاد کدی قدر کدی هزار آمد که از زمین تا آسمان نمی نداریم یا بار دیگه تاجیکستان با پیش یا قرصکی تاجیکی برادرای عزیز رحمت صدام جان عزیز یک چیز دیگه گفتنیم بخشش شخصیتی بزرگ میگه که برای خودت میگم صدام جان میگه من آن مورم که در پایم بیمالم من آن مورم که در پایم بیمالم نه زنبورم که از نیشم بینالم کجا خود شکر این نعمت گذارم که صدام جان که زوری مردم آزاری ندارم همیشه حلیم و مهربان بین همه دوستا که آبروی خدا آبروی نفوذی خدا داری من میخوام که خودت همیشه سربلند باشی تنسیت باشی همه اکورا از یادتون نبروری همیشه دعاگوی اون هستیم که تنت سیاد باشه پیش از همه خونت آباد باشه سربلندی و تنسیتی با حضرت بیدیل میگه که پستی تو بیاموز که از قابلی فرض است فرض میگه پستی تو بیاموز که از قابلی فرض است هرگز نخورد آب زمینی که بلند است همیشه باید زمینی باشیم سربلند تنسیت خانواد ما با شما هستیم دویم سربلند باشیم